با این کودک چه شده است؟ نمیدونم. تنج باشد. در این بی وقتی کی باشد؟ نمیدونم. عزیزکم سلیم بیا اپا بیا. پسرکم جونی من با تو قربان شوم، قربانت شوم عزیزم. پسرکم جونی من، یک تویی من. پسرکم جونکم قربانت شوم عزیزم. مادر تو مادر گفتی؟ جونکی من میرم. او مادر گفت. شنیدم اپا. یک تویم. چه خیل مادر دایم وای همین خیل ویز ویز میکند. جونکم یک تویم. بین من در نزدت هستم. وعده میدیم که من بعد لحظه تو رو ترک نخواهم کرد. اپات رو نیز با خود میگیریم، هم دیگر رو سخت آغوش میکنیم و دیگر هیچگاه جدا نمیشویم. وعده میدیم. فهمیدی؟ ببین من به تو وعده دادم و حالا در اینجا بباشم. در یاد داری که روزی زود روزت در برات میشوم گفته بودم. دیدی به نزدت آمدم. تا روزی زود روزت چند روز مانده است. کودک پشیمان است که تولد شده است. اما این باشد عید زود روز گپ میزند. خدایا شکر میکنم که این روز رو به من نصیب گردوندی. شکر به عدد اپا. شیر بچه ای من. پسرکی زیبایی من. هی دختر سفسطه نگوی. من با بوی های هوا بلند چیکار دارم؟ آیا دروغ است؟ جوانی زیباست. چیکار کنم؟ خدایا من پروای او رو ندارم. فهمو اگر به خونه رفته باشی با زنگ نواری زنگ میزنم. نه به خونه خالم برای خبرگیری سلیم میروم. اعتراف کن جانم اون جوان به تو پیشنهاد آمد. خیر دیگونه جان تلفن رو خاموش میکنم. سرای چه حال داری؟ خوبم علی تشکر. برای از نظر گذراندن نرخ تجهیزات بخاری آمدم ولی میبینم که بسیار قیمت بوده است. اینش رو فکر نکن. برایت ارزان میکنم. حتی با سلیم توفه کنم. نه لازم نیست.
این طور نمی شود. من بدتر می آیم. اپای الوان چه حال دارد؟ نمیدونم. دونستن هم نمی خواهم علی. با خدا که به تو احسن اپا. تو آدم کشتی ولی چی کاری کردی و بعد 3 سال آزاد شدی؟ آفرین. این قدر مسئله بزرگ رو حل کرده ای. پس جای زیستت رو نیز یافته ای. اپا چویم رو نوشم بعد جوگت رو میپرتم مایش؟ نمیرو جان. من نمیستم. کمی پس میروم. اپا در این شبی به کجا میروی؟ این خیل نمیشود. چه خیل نمیشود؟ خونه خردکک است. نمیخونجیم. توبه. چی؟ چشمانت رو پیسونده مرا عصبی نکن. میرال جان، نمیخوام که شما رو ناراحت کنم. چنگیز راست میگوید. اما التماس به من یک چند روز اجازه دید تو که سلیم رو خبرگیری آیم. اپا این طور نکن. از برای خدا به کجا میروی؟ آرام شو. من از رقم نوام به تو پیامک میفرستم. اگر یگان چیز شود به من زنگ زن. جانکم، شیر بچه من. حالا من میروم اما حتما میایم. قربانت شوم جانکم. هرگز گریه نکن که من با دیدن اشک چشمانی تو تاب نمیارم. میروم اما حتما میایم و تو رو با خودم میبرم. فهمو؟ این طور نکن. پسرت رو میگیری یا نه کاری توست اپا. لیکن من به بیماربانی عادت کردم. چه خیلی که میگویند اگر خر نداشته باشی نه خود یزنه هم نداشته باشی. چنگیز دمت رو گیر. گوش کن، از حاضر میگویم که از ما امیدوار نشو. این چی گفتن گپ چنگیز؟ ما اکی طاهر رو احترام میکنیم، به خاطر او خاموشیم. میگویم که به ما باور کرده به سرمون بار نشو. فهمیدی؟ با اکی رمزی مناسبتمون رو بد نکن. چنگیز من دروغ نمیگویم. شاید دادگاه بخشیده باشد اما ما نمیبخشیم. میویم. اپا التماس به این اهمیت نده. خانه یکی رمزی کجاست؟ کوچه تجهیزات رقمی 20 از خلا. ها رو زود نیست، زود رو. اپا در این شبی مشکلی نور. در آنجا چیکار میکنی؟ سرای رو باید ببینم. گویا که سرای تو را سخت انتظار است. دخترت تو را دیدن نمیخواهد. اگر بیند با دستان خودش بوغی کرده میکشد. به تو سخت نفرت دارد. از برای خدا بگذار که رود. اکی رمزی از پیشانش پراند چی بودنی دنیا را میفهمد. رو آخر. خدا تو را ببخشد چنگیز. باز تو زبان داری. از دست تو کوه بر این مرد زیر زمین شد. زن قاتل. چنگیز تنها من گناهگارم. همین خیلی است. شخصی که در حقش گپ میزنی از آن عائله خون پولی گرفت و با آن پول کیسه‌اش را پر کرد. تهمتکار، نام آن رحمتی را به دهان نگیر. بس از چنگیز. بس کن. به درون درآ.
با آزاد شدن من کار حل نمیشده است. ببین دیوارهای خانه هم سرد دلبند. کسی به خوش گرفته خوش آمدی نمیگفته است. گناهگار بودن در زبان همه ارزی هستی دارد نایش. اما سلیم مادر گفت. بویش رو نفس کشیدم. چشمانش به اشک چشمش رو دیدم. به همینم شکری بیشمار. شکر. گریه نکن جونی خولا، گریه نکن. مادرت کارهایش رو به آخر رسانده به نزدت می آید. به این کودک رحم نکردی، اقلا به من رحم کن. مادرش آزاد شده است. چی می شد که مادرش 2-3 روز در برش می ایستاد و کار یافته فرزندش را به نزدش می برد؟ ها، اگر هم ریش می داشت به من نمک می شد. اگر کار یابد کودک را کی نگاهبین می کند؟ اگر کودک را نگاهبین کند شکمش را چطور سیر می کند؟ باز اکای رمزی به خانه قبول نکنید نگفت؟ ها؟ برای آنکه اکای رمزی اهمیت داده عذاب این را بغیر از من کی کشید؟ کدام از شما کشید؟ کپول و دراز کشیده خواب کردن را میدونی، اما اینجا من عذاب میکشیدم. این کودک را گرفته 3 روز هم نگاهبین نکردن. تو و اولادت به دیلم زدید. اگر 3 روز در اینجا میایستاد چی میشد؟ اکنون تنها در کوچه چی کار میکند؟ چی کاری که خواهد کند؟ من به او گفتم که شوهرت را کش. من گفتم چی کاری که خواهد کند؟ اگر ذره عقل داشته باشد به خانه اکای رمزی نمی رود. فهمیدی به عقل؟ من میبینم. باز آن به ناموس آمده باشد. چی حال داری خوشرویک؟ اپا سلیم گریه میکند. برای چی شد؟ سلیم؟ ها، همین تو نمی رسیدی. ها، سلیم جون چی شد دادر جون؟ اینجا چی شد؟ چرا سلیم گریه میکند خاله؟ مادرش گم می شود و دخترش پیدا می شود. من از این خود دیر شدم. اکنون به جیانت نقل کن. چنگیز از برای خدا. دادر جون با تو چی شد؟ عزیزکم چرا گریه میکنی؟ با تو چی شد؟ از برای خدا یگان چیز گویه. مادرت از حبس آزاد شده است. من چی کار دارم؟ برای دیدن تو می رود به خانه اکای رمزی. فهمیدی؟ اما کم دیوانه می شود. سرای نرو. بمون که مناقشه کنن وگرنه تو در بین آنها میمونی. خاله در آنجا من زندگی میکنم، او فکر این را میکند. اگر روی مادرت رو به آغوش میگیری این چی دخل دارد؟ اینطور باشه چرا دوان میروی؟ همه انتظار شد. اگر تو روی جنگ کلان میشود. تو چی دخالت میکنی؟ ها؟ تو چی کار داری؟ با ما چی؟ سردی سرای نرو. کمی انتظار شد. خاله من باید روم. سرای انتظار شد. بدتر میروی. یک بار گوش کن. اول گوش کن بعد میروی. گویا که سرای تو را سخت انتظار است. دخترت تو را دیدن نمیخواهد. اگر بیند با دستان خودش بوغی کرده میکشد. با تو سخت نفرت دارد. خدایا الوان. سلام اپا. میخوام که سرای رو ببینم. اینجا بسیار نمیستم. تو چی از حبس گریختی الوان؟ سرای ایستا. سرای در خانه نیست. سرای دخترم. سرای نیست گفتم. تو نمیفهمی مگر؟
апа маро хаста накун. омадам то ки серайро бубинам, илтимос. нест серай, нест. تو چگونه زنی به نوموس بدهی؟ در اینجا چه کار داری؟ با کدام روی اینجا میایی؟ акай рамз با من نگو مرا عصبی نکن مرا عصبی نکن рамзи ором шав, аз барои худо бас кун. ман чанд рамзи сол мешавад ки духтарамро надидам. иҷозат диҳед ки ман ӯро бубинам. безам, ту девона шуди, ба ту нест гуфтем, нест. ای مرا عصبی نکن рамзи ором шав. медонам ки дар хона аст. рав аз инҷо, рав. نشان نمیدم ایوا خدایا рамзи نشان نمیدم рамзи ҳамсояҳо нигоҳ мекунанд. نشان نمیدم ту рав аз инҷо. сера илтимос як бор рӯятро бинам. نزدیدم илтимос دوستم духтарамро бинам. духтарам зуд ба полис занг зан. чанд сол мешавад ки симояшро надидам. то нишона диҳед ба ҳеҷ куҷо намеравам. элвон гуфтани зан ба хона омадан зӯроварӣ мекунад. кӯчаи тасирлан хонаи рақаби 20 илтимос зуд биёед. ای نابکاری خدا ناتر آیا تو مادر شده میتوانی زنی قاتل از اینجا دف شو намеравам, میگویم фаҳмидӣ. то омадани духтарам дар ҳамин ҷо интизор мешавад. حیوان مرا نیز قاتل میکنی مرا نیز قاتل میکنی шавҳарам ро дил касал мекунӣ. шавҳари худатро кушти, акнун навбати шавҳари ман аст. чиҳо мегӯӣ? падарҷон, биёяд падарҷон. янга аз инҷо равед. агар кушанд ҳам намеравам. то омадани духтарам дар ҳамин ҷо интизор мешавад. ба ҳеҷ куҷо намеравам. сари роҳамро нагиред хола. серай, ақалан ман ҳам бо ту равам. با کجا میروی زنی به عقل نیمه شب به سرمون بلا نار تیز به خونه درو راه گرد چی نگاه میکنی راه گرد خدایا توبه. ой ҳоло ҳам дар ҳамин ҷо рафтанӣ ҳам нест. модар интизор мешавад охир меравад. پلیس بیاید حالش رو میبینه ана полис ҳам омад. ба худо ки полис омад. خانم الوان شما هستید؟ бале манам ҷаноби полис. гӯш кунед, ман ягон кор накардам. танҳо мехоҳам ки духтарамро бубинам. барои дидани ӯ омадам, аммо иҷозат намедиҳам. илтимос ёрӣ диҳед. ӯ дурӯғ мегӯяд ҷаноби полис. моро мекушам гуфта таҳдид кард. чӣ? این زن قاتل دادر من است پدری فرزندانش را کشت خیلی قاتل در اینجا چیکار میکنه؟ ӯ нав аз маҳбас баромад ҷаноби полис. ҳамин ки баромад дарҳол ба хонаи мо омад. ба худо ки ҳаётамон дар хатар аст. мо аз ӯ шикоят дорем. ҳа рамзӣ? شد گپرو زیاد نمیکنه با شوبای پلیس میرویم. як дақиқа маро сар диҳед. то духтарамро набинам намеравам. мегӯям як маротиба маро гӯш кунед. ба номи худо маро бифаҳмед илтимос. ҳама чиз ба монанди гуфтаи онҳо нест. сар диҳед. худоё чунин рӯзҳоро ҳам медидаем. серай 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 духтарам ман омадам. ҳамаш ба охир расид. серай خانم زود با ماشین سوار شوید. серай با ماشین سوار کنید. серай روید به درون روید
دختری زیبای من کلان شده است. اینقدر زیبا شده است. گلسون به خونه دارم. درو. یک توی دیگر؟ اولی شما قاضی نه نمیشود. آخرین کار نمیکند. کار میکند. این اسباب کار نمیکند. کار میکند. باور نمیکنم. دوهای ما تو غلبه میکنی. شما تو حال بازی میکنید؟ لباس هایتان رو نیز عوض نکرده. التماس به من کمک کنید. حاضر مهمان ها میآیند. خوب ایسان خوب. با کارت اینها رو از این طرف گذار. انا همین طور. نه برعکس. تو اون رو بیمون و به آشخانه رو. من خودم حل میکنم. اپای فریده رو تا حال کار فرمودن. آن زن تا این وقت باید به خانهش میرفت. بله باید میرفت، اما مادرم ایست مهمان ها میآیند به من یاری ده گفت. تو خدا گو که در نزد دروازه خانه محافظ نماند. کنج. اوف پدر، یگو نقشه ندارین؟ از این خوراک شام گریخته نمیتوانیم؟ گریخته نمیتوانیم. الکی بسیار دیر شده است. یگان چاره نداریم. نزلی بازی رو یک سو گذاشته به من کمک میکنی؟ پدر جان از من راضی شوید. تو رو هیچگاه فراموش نمی کنم. دخترک زیبایم. سیرای میدونم که هر سخنم تو رو غمگین میکند، اما نمیخوام که تو غمگین باشی. همش خوب میشود. تنها صبر کن میلش. همین خیل. البته با مرگ پدرم چند سال شد. سلیم را گویی احوالش عیان است. باز مادرم اگر بیاید همه چیز یکسان می شود، اما همش خوب می شده باشد. تو بسیار پرقوت هستی سیرای. من به جای تو اینقدر تاب نمی آوردم. اگر تو تاب نواری کسی تاب نمی آورد. این رو برای تسلی دادن نمیگویم. سلامت باش اکای رفت. خیرت که هستی. باوریم نمیآید. سلما در سال نو در استرالیا بوده است؟ بله، شوهرش خواسته است که سال نو را از همه پیشتر جشن گیرد. کدام سلما؟ کاتبه پیشینه و حالا باشد همسری رئیس است. ای بس. آیا دروغ است؟ 2 سال پیش معشوقه بود، حالا باشد بانوی رقم 1 شده است. بانوی رقم 1 عجایبات شده است. فرجان از صحبت تو هیچ سیر نشدیم. مرا ببخشید، من کمی خسته شدم و همچنین من نه آنقدر این موضوع ها را میدانم. امیل جان تو ننوشیدی؟ عزیزم باور کن که میکفم. خیر هفته آینده به اولوداغ رفتنی بودیم کو؟ ها بله. نقشه همون چگونه است؟ کی ها میآیند؟ دوستان من بخشش میپرسم. از شما اجازت میخواهم که مشتریان در وضعیت عاجل قرار دارد. ببخشید جانم. حالا خوراکت رو نخوردی؟ کسبت ادوکات باشد همین خیل میشده است. زود حل کرده میآیم. اگر دیر کنم به شما طبیب والده خواهانم. شاید آنقدر هم دور و دراز نشود. شاید. مرا ببخشید. پدر جان کلیدتون. برای کار جانم. ایسون جون کاری تو دشوار است عزیزم. نه کسب پدری من هم همین بود. عادت کرده هم.
ҷони писаратро фурӯхтӣ, боз пулашро ба кисат гузоштӣ. онҳо бошанд инро виҷдон донистанд. пас аст. چی بوده است؟ دخترش را یاد کرده است و برای دیدن او آمده است. وقتی که دختر در خانه نیست گفتیم به دیوانه مبدل شد. یک فرزندش معیوب است، دختری دیگرش در خانه ماست. خدایا توبه، او چی مادری کرد که خواهش دیدن آنها را دارد؟ خانم با من بیهوده گپ نزنید. برای چی به نزد دیدارتون اومد؟ همین رو نقل کنید. آخر نقل کرده ایستادم. 3 سال پیش دادری شوهرم را کشت و خودش نو از محبس آزاد شد. قاتل را چطور آزاد کردن نمیدانم. به نزد درمان آمده من و فرزندانم و شوهرم را با کشتن تهدید کرد. همتون رو میکشم گفت. همین خیلی نگفت رمزی؟ گفت جنابی پلیس گفت. همش رو نوشتید؟ می نویسم جنابی مامور. سلام، من ادوکت خانم الوان هستم. همین خیل؟ تو چی خیل قاتل رو سفید میکنی جنابی ادوکت؟ کنی به من بگو. جناب. یک دقیقه دادری من به خاک مبدل شده است، اما این زن آزاد سیر میکند. یک دقیقه، این چگونه عدالت است؟ این چگونه عدالت؟ جناب آرام شوید. اینجا جناب ندارد. این چگونه عدالت است برادر؟ رمزی است برای خدا. فهمو بیاناتتون را دادید. اکنون میتوانید که روید. این طرفش کاری ماست. فهمو رفتیم رمزی جان. فهما رفتیم جانم. رفتیم جانم. رفتیم. مرحمت جناب رمزی گوش کن چی میگویم. من این ادوکت رو دیده بودم، حتی در نزد الوان دیده بودم. در اینجا چینای رنگی هست. باز چینای رنگ است؟ زبان تو بسیار دراز شده است سوزان. به من سفسطه نگو. خیلی خوب، دیگر گپ زده دلت رو نمیرنجانم. آخر همسری دادرت است. رفتیم. چی را دیده ای؟ اهمیت نده، با ما چی؟ سوزان به این هم من عصبی شدم، باز تو با بالای این عصبی میکنی. پیش از مرگ رحمتی دادرت این مرد به همون بیمارخانه‌ای که سلیم بستری شده بود آمد. فرزندش در بستری مرگ است، اما این زن با اون مرد به فاصله صحبت میکرد. در اول نفهمیدم، از این برمیآید که آنها شناس بودند. اگر او با این ادوکت شد بس است، بس نمیخوام دیگر شنوم. فهمو جانم، با ما چی؟ از ما دور گردد شد، جایش جهنم شود. رفتیم جانکم، رفتیم رمزی جان، رفتیم. الوان فهد چی حال داره؟ خوب هستی؟ نمیدونم. با برابری آزاد شدن به احوال من نگر. در این نیمه شب تو رو هم ناراحت کرده. هیچ گپ نیست. وضعیت ناگوار شده است. همه به من دشمن شده است. تا این درجه انتظار نبودم. فرزندانت رو دیدی؟ سلیم رو دیدم. سرای رو باشد. دیده نتوانستی؟ فقط من تنها خواستم که فرزندانم رو ببینم. آیا این گناه است؟ الوان، من کاری لازمه رو کردم. یک دو کاری دیگر هست. تمام، خواطر نشو. خیرت که تو هستی. سلامت باش. تو هم. تو چنان نیرومندی که حالا باشد کوشش کن که کمی خواب کنی. تو را سحر از اینجا میبرارم. دیدی که مادرت تا به نزد درمان آمد. از این بدتر رسوایی نمی شود. التماس امک جان ببخشید. تو حالا بخشش را یک سو گذار و مرا گوش کن. میدانی که تو برای من از طاهر خاطره هستی. میدانی که تو را نه از رفعت و نه از گلسوم کم ندانستم. میدونم امک جان، تشکر. اگر مادرم گفته به نزد او روی، دانسته باش که
من تو را نمی بخشم. مرا فراموش کن. فرزندم هستی، نمی خواهم که عذاب کشی، لیکن چنان ترکت میکنم که باری هم به تو نگاه نخواهم کرد. نه به مرگت نه به خرسندیت. تو خود انتخاب کن. مادرم هم پدرم هم همان روز مردند. اکنون غیر شما کسی دیگری ندارم. شبی خوش دخترم. باز یگان خواهش دارد خانم؟ نه، اکنون میتواند روید. خیر، اکنون چیکار میکنیم؟ انتظار میشویم. این چی به تشویشی است اکرم؟ چی رو انتظار میشویم؟ البان گفتنی زن از محبس آزاد شده است. تکرارن به نزد دروازه‌مان آمدنش رو انتظار میشویم. اینجی لطفاً. آیا نمیفهمی که عطیف یگان چیز رو شنود باز عصبی میشود و من از همینش میترسم اکرم. کمی آرام میشوی؟ نمیشوم. آرام شدن نمیتوانم. اما باید آرام شوید مادر. مادر زیباترین دنیا. صبح خیر. صبح خیر پدر. صبح خیر. صبح خیر. سخت گرسنه شدم، سخت. فواد، آنها حمله کردند، من به کسی حمله نکردم. درست، اما به خانه مردم با زوری در آمدنی شده ای. من تنها میخواستم که دخترم رو ببینم. آیا این گناه است؟ میدانم، اما کمی با دقت باش. تا حال دعوایت دوام دارد. تو را آزاد نشده ای. در دستمان قرار نیست. چی؟ آنها برای دیدن فرزندانم مانع میشوند و من باشم راضی شوم همین طور؟ الوان، التماس، حق هستی، اما با این رفتارت خود را ناحق میکنی. میفهمم، همش را میفهمم. یاد کرده ای، بیقرار هستی. میدانم که روزهای وزدین را پس سر کرده ای. باید کمی صبر کنی. من میروم. به کجا میروی؟ من تو را میبرم. میخواهم که کمی راه گردم. بخیر است انشالله. سحری بر وقت. اپای الوان، تو را
را سختیات کردم. خوب هستی؟ آسیه دلم را آب کردی. گریه نکن. بیا اپا جون. بگیر اپا. تشکری زیاد. نوشی جون. آسیه مرا ببخش. در این صبح بر وقت تو را ناراحت کردم. میدونی که تو مجبور نشوم. اینجا خانه توست. گوش کن. اگر من در چنین وضعیت باشم تو مرا به خانه‌ات قبول نمی‌کنی. اینطور باشد برای چی گپ میزنی؟ ناراحت نشو. الهان رفت. یک چند روز نمی‌آید. همین طور. اپا چیکار کردی؟ سرای و سلیم رو دیدی؟ جنابی فؤاد بر وقت آمده. با تو مناقشه کردنی نیستم. خیلی خسته شدم. بله مناقشه نکن. پدرم آمده. خوش آمدید. تشکر داماد. مرحمت. نه به شما اشتهایتان. من به نهاری آمدم و فکر کردم که صحبت میکنیم اما بخشش من کمی خسته شدم. کمی خواب کرده به دادگاه میروم. خدا خواهد یگان روزی دیگر. نه داماد جان تو بسیار کار میکنی و اما پول کم میگیری. تا قدر امکان. کارهایت با آخر رسد به جای کارم بیا با تو صحبت مخصوص میکنیم. باز هم آشام. سلامت باش. بیا استاپ ایست. خوش آمدید پدر. خوش باش پسرم. سلام علیکم برای کار. السلام علیکم. گلسوم تو هم اگر به اگان کار کمک کنی آسمان به زمین نمیافته دخترم. مایلش پدر ولی ناخونهای چسبانده‌اش را میشکند پدر. چرا به همه چیز دخالت میکنی تو؟ کارهایت را زود به آخر رسان و ما رو به بازار بر. مایلش مادر. خسته نباشید اکای رمزی. سلامت باش. جنگیز تو بر وقت بیدار نمیشدی کو؟ صبح بخیر اپای سوزان. نپرسید. با کثافت الوان گفتنی زن تو سحر خوابم نپرد. شما یا ما تمام شب ما رو مشغول کرد اما 2 ساعت باشد هم زیر نظارت پلیس حبس شد. خیریت. بر پدرتان رحمت. میدونی من چی گفتنیم؟ یک مرد ادوکات بود کو او نیز به شعبه پلیس آمد. من او را پیش از مرگ طاهر در نزد الوان دیده بودم. اپای سوزان آیا شما گرنگ هستید؟ آن مرد به خانه ما هم آمد. من از همه چیز خبر دارم. این گپ کوه نشده است. حتی همه میدانند. چرا اینقدر با شوق نقل میکنی چنگیز؟ دیروز اپای الوان به خانه ما هم آمد. اما من او را راندم و گفتم که حالا خونه اکای طاهر خشک نشده است. آدم رو کشد و پس از 3 سال آزاد شده آمده باز زبان درازی کند. این چی دور و زمان نشده است؟ باز به رحمتی تهمت کرد. باور کنید میرال از دستانم با یک عذاب خلاص کرد. چی بوده است؟ اکای طاهر رحمتی خونپولی گرفته است. گپ‌ها را ببین. توبه استغفرالله. آیا اکای طاهر خونی فرزندش را میفروشد؟ مگر این کار را میکند؟ توبه. جانم آیا خانم اینجی به هر کس پول میدهد و با نگاهش میسوزاند؟ الوان سفسطه میگوید. اینجی شمال؟ تو نگاهی او را از کجا میدونی؟ طاهر رحمتی پیش از مردنش به من نقل کرده بود. خونپولی دادن گفته بود. اصلا من برای خونپولی نآمدم. فرزندانش را ما نگاه بین میکنیم. به خدا که در دستمون چیزی نمانده است. فهمو نامی آن زن چی بود؟ الوان چی رو میدونم؟ یگان چیز را نمیداند. تنها تخمین میکند. این موضوع را تنها من میدانم.
هر ماه آمده 3000 لیره بگیر. اما دانسته هایت را یک نفر دیگر بفهمد. خواطر نشوید کسی خبر ندارد. خبردار هم نمی شود. مادر ها با کشونه حسن می رویم کو بعد با مغازه پایسول هم می رویم. التماس همه چیز رو در یک روز جای نکن. بین هم من کار دارم. زودتر رفته به ماشین سوار شو. رو. کاری من هم تمام شد. رفتیم. خیر ما رفتیم. پدر ما رفتیم. خوش باش پسرم. زود باش. صادق لبیکا دادری اویلات ادوکات بود. رقم تلفنش رو به من ده. رقم هایش رو چکار میکنی؟ خیلی لازم است. مایلش مایلش تو رو حل کن و بیا. سرای سلام چیل داری؟ خوبم تشکر علی. من باید به کار روم. من به دکان میروم. فکر کردم که تو هم به دکان میایی. برای اون اولاد. نه مادر نه به یادم آمد. ینگه الوان مین با در کجا می ایستد؟ چی کاری که خواهد کند؟ او فکر کرد که در خانه میرال می ایستد. اما آنها رو هم ما سیر میکنیم. اصلا گفته هایتان درست است. خواهرش از درد خودش میمیرد. این خود معلوم است. مادر من شما را در همینجا فرارم. با این دیوانه نگرید. آخر 2 قدم دیگر راه مونده است. تاکسی ما رو نمیبرد. من و خواهرت رو به کاشانه حسن ببر. زودتر. اکا حمام کردی اپا جان؟ بله آسیا جان. من چای دم کردم. بیا با هم نهاری کنیم. نه آسیا جان من باید روم. آخرین خیل نمی شود. 1-2 لقمه بخور. باید سرای رو ببینم. جای کارش رو میدونی؟ از فوت سراغش رو گرفته بودم. فهمو اگر یگان چیز لازم شود مایلش در تماس میشویم. خیر اپا جان. یگان مشکلی نیست. خودمون میبریم جابجا میکنیم. علی ای بچه تو چی کار میکنی؟ تو چی کار میکنی ها؟ رفات ایست. من به تو نگفتم که از پس سرای نگرد. آرام شو صحبت میکنیم. تو چی کار میکنی ها؟ پسرم آرام شو. پدر سردیه دورو چیز خواهد کند. حیوان علی راو در جای چین گفتم. پدر راو گفتم راو. مرا سردی. خانم سوزان بینید همین سوار آوردن. با جای شما باشم. بسیار زیبا بود است ولی پول کار کرده نمی شود. تو به من تنگه طلا بده. فهمو حاضر 1 2 3 1 2 3 460 لیره. همگی 460 لیره. نه این ما خرجی بسیار دارم. تو به من 3 دانه بده. فهمو اینطور باشد تکرارا این رو برای شما پیشنهاد میکنم که این نوع بهترین است. مرحمت. تشکری زیاد. تشکر. السلام علیکم. خوش آمدید.
ба ман як ангуштарин лозим аст. масалан ана ин чанд пул аст? ҳозир зуди ҳисоб мекунам. 3 ва 14 зарби 760. арзон намешавад? афсӯс ки не, вазнаш маълум аст. апаи сӯзан аз маҳаллаи мо аст. ӯ ба ин ҷо омаданро маслиҳат дод. рав ҳатман арзон мекунад гуфт. хонум сӯзан мизоҷи доимии мо аст. каме пештар дар ин ҷо буд. ин ҷо буд? чӣ мегӯӣ барои хотири апаи сӯзан нархи охир чанд мешавад? ман медонам ки апаи сӯзан бесавдо сӯзанро низ намегирад. барои ман ҳам арзон кун. ба худо ки хонум сӯзан бо тиллоҳои ороишӣ кор надорад. ӯ доимо тиллоҳои танга мехарад. дар он нарх маълум аст ва савдо ҳам намешавад. доимо мегирад мегӯӣ? танга? бале, доимо. фаҳмо, ташаккур. ман боз меоям. ташаккур. худо ёратон буд. рӯзи хуш. ин мавзӯи кӯҳна аст. ман ба ин дукон пеш аз ин ҳам омада будам ва медонед ки ба қароргоҳи полисам рафта будем. то ҳол суҳбат кунем мегӯяд. оиди чӣ суҳбат кунем? имрӯз дар кӯча дида асабӣ шудам. маълум аст ки духтар аз ӯ дур мегардад, аммо ӯ пеши роҳашро доимо мегирад. аз ӯ дур бошад. не агар дур намешавам гӯяд. рифат писарам, ту ҳақ ҳастӣ. сераи хоҳарат аст писарам. ҳифз кардани ӯ ба ӯҳдаи ту аст. майлаш, агар ҳақ бошам бо кисаратон суҳбат кунед. суҳбат мекунам, хавотир нашав. аммо шумо ором бошед. ҳарду ҷавон ҳастед, ба шумо намезебад. аз ин рӯз эътиборан барои нохушӣ рӯй надодан аз дастам ҳар коре ояд мекунам. фаҳмидӣ? ташаккур. серай, духтарам, шумо дар ин ҷо чӣ кор доред? як тараф истед. яктоям, илтимос маро гӯш кун. барои чӣ шуморо гӯш кунам? намехоҳам ки гӯш кунам. як тараф истед. духтарам, илтиҷо мекунам ки бо ман ин тавр муносибат накун. ман ба ғайр аз ту дигар касе надорам. илтимос. намехоҳам ки шуморо гӯш кунам. ба чашмам нанамоед. серай, илтимос, бо ман ин тавр муносибат накун. гӯш кун. ҳамашро барқарор мекунем. мо ба ҳамдигар эҳтиёҷ дорем. духтари яктоям. ман ба касе эҳтиёҷ надорам ва ба шумо тамоман. яктоям, гӯш кун, гӯш кун. ин гарданбанде ки ман бароят бофта будам, ба гарданат бастаӣ. дарё дорӣ ки то саҳар хоб накарда бофта будам. ҳамин? ҳамин? агар дар ёд медоштам даст ҳам намерасонидам. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı verme. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı verme. Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın en delisine. O yüzden ömrümden giden gidene. Şu yalnız başımı eğdirme benim. O yüzden ömrümden giden gidene. Şu yalnız başımı eğdirme benim.
лабай мерал. апа салим. ба салим чӣ шуд? апа салим хуб нест, зуд биё. дурусттар ба ман фаҳмон чӣ шуд ба ӯ? биё гуфтам, биё, зуд биё. Ben pişmanım hayat sorguya çekme. Dilersen infaz et, kar etmez dilime. Salim, O yüzden Salim, ömrümden Esam can, canı forma. Çeşmonat ro kuşu, çeşmonat ro kuşu iltimos. Salim, çeşmonat ro kuşu, canı xola. Salim, çeşmonat ro kuşu, Salim. Dokunur kalbe şu suskun ağzımı açtırma beni. این انیق است. منم این خیلی شنیدم. باز خطا نشنیده باشی. اومد. صبح بخیر، چی حال داری؟ هیچ خوب نیستم. چی شد؟ اهمیت نده. گپ زن آخر، چی شد؟ گفتم که اهمیت نده. سرای جناب مدیر تو رو جغ میزند. چرا؟ نمیدونم. سحری بر وقت تنجی باشد. خیلی قیمت است. این کاری دستی نیست؟ خرید با برکت ینگا. جنگیس از کجا پیدا شده؟ مرا تلخ کف کردی؟ گلیم ینگام رو جمع کرده به خونه‌اش فرستید. نه نمیخواهم. اگر تخفیف شود بعد میخرم. تشکر زیاد، سلام باشید. ینگا اگر شما تخفیف رو انتظار شوید مردم چیکار میکنند؟ این چی گفتنی گپ؟ کمی پیشتر به دکان زرگر در اومدم و برای فهمیدن نرخ طلای رنگ پرسان شدم. زرگر باشد خانم سوزن اومده همش رو گرفته رفت گفت. زرگر؟ ها، زرگر. او شاید سوزنی دیگر رو گفته باشد. آیا اکای رمزی از هر ماه طلا خریدنت خبر دارد؟ تو چی در داری جنگیز؟ کوتاه‌تر کنیم ینگا. مایلش کوتاه‌تر میکنیم. بگو که منبع پول از کجاست؟ با این دیوانه نگرید. خرج آشخانه رو کم کرده جمع میکنم. چی باید به تو حسابات دهم؟ از خرج آشخانه جمع کرده در یک ماه 3 یا 4 تنگه طلایی. تو در آشخانه قصر سفید مسئول بودی و من خبر نداشتم. ینگه سوزن، ما هر دو در شکم چند متر روده داره میدانیم. ایان است که از اوله شنل ها پول گرفته ای. جنگیز حاضر تا آوازم گرفتن داد میزنم. هوشیار باش. فهمو این طور باشد. من رفته با اوله شنل ها صحبت میکنم. الوان طاهر خون پولی گرفت گفته آتش گرفته است. تو باشی طلا را ذخیره میکنی. آیا احمق اوله منم؟ شنل هایی که با شما راضی هستند چرا برای خواهش من راضی نمیشوند؟ ها؟ الو جنابی تنایر، اگر یگون چیز شود خبر دهی گفته بودید. دیروز بعدی وی حادثه یک دنیا گپ شنیدم. با گناهی تو اجازه دهید میفهمونم. گپم را نبر. کارمندان ما باید بسیار با دقت باشند. اینجا شب نشینی رئیس است و باشد ظرفا رو میشکنی. دستانت را اداره کرده نمیتوانی. او آمد ازد. من یگون کار نکردم. من حق هستم. حق بوده است. از این روز اعتبارا در خانه حق بودنت را نشان میدی. چی؟ از کار آزادی. انا در این خیل باشد پول مهنتی 10 روزم را دهید. شرم نمیکنی؟ مکافات پولی هم دیم. رو حقم رو میخواهم. روزی معاش به حساب بانکیت میگذرانند. حالا رو.